درود بر شما دوستان عزیز و همراهان گرامی. من مرتضی پرویزی هستم. اینجا انتشارات رخسار صبح. امروز میخوایم درباره آسیب شناسی نشر کتاب که خیلی قبل قصد داشتم در این زمینه مطالبی رو عرضه بکنم، این مطالب رو به صورت مختصر امروز با هم مرور میکنیم. انگیزه بحث هم سوالاتی است که در برخی موارد چاپ بعضی از دوستان و نویسندگان به صورت مجازی و گاهن حضوری مطرح میکنند و شاید علت این طرح هم قصور ما ناشران باشه. من این مباحث رو به صورت سوال در آوردم که به صورت دقیق و مجزا بتونم پاسخ بدم. اولین سوال و مهمترین سوال، امتیاز کتاب رو از دست ندم. یعنی در زمان نقاد قرارداد نویسنده باید بدون امتیاز چاپ‌های بعدی کتاب متعلق به کیه؟ اینجا متغیری که موارد مختلفی رو ایجاد میکنه سرمایه گذاریه. اگر ناشر یا نویسنده هر کدام از اینا سرمایه گذاری بکنن، اینجا مسئله فرق میکنه. یا ناشر روی امتیاز کتاب حساس نیست. نویسنده معمولی میاد کتابش چاپ میکنه، هزینه چاپ میده میره. اما نویسندگان مشهور اینجا وضعیتشون خیلی فرق میکنه. ناشر باید هم از جهت امتیاز و هم از جهت حق و تالیف رضایت اینا رو جلب کنه. چون اینجا برگشت سرمایه دیگه شاید بتونیم بگیم 100%. چاپ دو چاپ رو از مؤلف میگیره، همون قدری که نویسنده میخواد بهش میده، با چاپای بعدی بر اساس قیمت پشت جلد ضرب تیراژ درصدی هم محاسبه میکنه به نویسنده میده. این پیش میاد خود ناشر یک کتابی رو میخواد ترجمه میکنه، پیشنهاد میده به مترجم، حالا میاد یک بار چاپ یا حق ترجمه به مترجم میده. موارد مختلف. گاهی پیش میاد مثلا ناشر و نویسنده اشتراکی چاپ میکنه، کتابا رو تقسیم میکنه، حالا امتیاز رو ناشر مثلا میده به نویسنده یا یه چاپ دو چاپ میکنه، به توافق است. پس نویسنده باید بدونه کتابش در چاپ‌های بعدی دست کی هست. مدت زمان چاپ کتاب به غیر از کتاب‌های داستان، شعر، کتاب‌های سیاسی و مذهبی که مجوزش معلوم نیست کی میدن، بقیه کتاب‌ها مجوزش خیلی سریع داشت، یک هفته میاد و طی 10 روز تا 15 روز به دست نویسنده میرسه. الان چاپ‌های دیجیتال خیلی دقیق و سریع اومده و چاپ رو خیلی آسان‌تر کرد. هوشدار نویسندگان عزیز، بعضی از ناشرات تبلیغ میکنن چاپ کتاب در 5 روز. اگه برای شما چاپ کرد 5 روز، خب چاپ کنید، ولی برید دو جا، یکی خانه کتاب، یکی کتابخونه ملی، شابک کتابتون رو بزنید، اسم خودتون رو بزنید، اسم ناشرم بزنید، ببینید کتاب شما اونجا ثبت شده. ثبت کتاب مهمه. شغل رو ما با یه سری متغیری، آیکونایی، عناصری، مؤلفه هایی میسنجیم. بحث درآمد هست، بحث ساعات کار هست، بحث سالهایی که باید کار بکنه هست. همه اینا شغل رو تعریف میکنه. 1% نویسندگان پولدارن. یک نویسنده با توجه به بازار نشر و کتاب فروشی امروز، با توجه به قیمت کتاب
با توجه به مشکلات دیگری که نویسنده باش درگیره چطور پولدار بشه؟ باید چطور بفروشه؟ اینا اکثرا بندگان خدا خودشون باید میدن به کتاب فروشی ها امانت. معلوم نیست حالا که